متاسفانه این کارتخانه‌ای که امروز آوردن همه از کار افتادن، حالا معلوم نیست که کجا دستی است که این کارتخانه از کار بیفته. امروز من چند تا کارتخانه میگردونم، اینها بالاخره محدودن و به نام شخص و کارتخانه مسجد تمام از کار افتاده است و مسجد آخری کارش هست و خیلی هزینه سنگینه و درخواست داریم که شما انشاءالله پول نقد آوردید و اگر پول نقد نیست کارخانه محدودن، اگر به شما نرسیدن درخواست داریم که بعدا انشاءالله به مسجد مراجعه کنید، به حوزه مراجعه کنید و رسیدگی بکنید. امروز ما نیتمون همین بوده که 2/3 کمک که شما میکنید مال مسجد باشه و 1/3 شما نیت کنید برای خود همین مصلی عیدگاه. کار داره مقداره و ما کارهای عیدگاه را باید انجام بدیم و 2 روز شما میایید اینجا و بالاخره همیشه نیست اینجا و انشاءالله شما از این چیزی که کمک کردید نیت کنید که 1/3 را ما بتوانیم اینجا هزینه کنیم و 2/3 دیگرش را به مسجد هزینه بکنیم.